به نام خدا. توی این بخش از آموزش نرم افزار تحت ویندوز شاهوار به نحوه ایجاد نسخه پشتیبان از نرم افزار میپردازیم. بکاپ گرفتن از سیستم تو نسخه های ویندوزی امر به شدت مهمه. به این دلیل که تمامی دیتایی که شما توی نرم افزار وارد میکنید روی هاردتون ذخیره میشه و اگر به هر دلیلی هاردتون بسوزه و یا به سرقت بره، کلی اطلاعات شما هم با اون هارد حالا یا میسوزه یا به سرقت میره و به همین دلیل باید شما سعی کنید که تو فواصل زمانی منظم از سیستمتون بکاپ بگیرین. توصیه اینه که حداقل روزی یک بار از سیستمتون بکاپ بگیرین و این بکاپ هایی که میگیرین رو هم غیر از اینکه روی هارد خودتون ذخیره میکنین، تو یک حافظه خارجی مثل فلش یا هارد اکسترنال یا هر جای دیگه ای بتونین اینها رو ذخیره کنین که اگر یه وقتی هاردتون هم سوخت این بکاپاتون باهاش نسوزه. برای بکاپ گرفتن خیلی ساده شما میتونین به منو امکانات مراجعه کنین و گزینه نسخه پشتیبان رو انتخاب کرده و از قسمت زیرگروهش ایجاد نسخه پشتیبان رو میزنید. یک مسیر رو از قبل برای بکاپاتون انتخاب میکنید. مثلا من تو درایو ای خودم که درایویه که ویندوز داخلش ریخته نمیشه، درایو سی معمولا درایو ویندوزتون هست، یه پوشه ایجاد کردم به اسم شاهوار بکاپ و اون پوشه رو، اون فولدر رو از اینجا انتخاب میکنم، میام درایو ای رو انتخاب میکنم، میام پایین و شاهوار بکاپ رو انتخاب میکنم. این آدرس این پایین نشون داده میشه، تایید میکنین. اگر خواستین فایلتون فشرده بشه این تیک رو میزنین، اگر نخواستین تیک رو برمیدارین و در نهایت تایید رو میزنین. سیستمتون پیغام میده نسخه پشتیبان موفقیت ایجاد شد. اگه به همون مسیر برین میبینین که با ذکر تاریخ و ساعت مورد نظر یک بکاپ از سیستمتون میگیره. پس از منوی امکانات نسخه پشتیبان، ایجاد نسخه پشتیبان، یا اینکه از این گزینه‌های بالا میتونین علامتی که مثل سیو هست رو بزنین و ادامه ماجرا رو انجام بدین. دقت داشته باشین که تا حد امکان بازیابی نسخه پشتیبان رو انجام ندید. بازیابی برای اینه که اگر شما میخوام یک بکاپی دارین و میخوام به اون تاریخ برگردین، از این گزینه استفاده میکنین و اگر این گزینه رو انتخاب کنین و به اون تاریخ مورد نظر 2 روز، 1 ماه یا 1 سال قبل برگردین، تمامی اطلاعاتی که الان توی سیستمتون دارین پاک میشه و اون اطلاعات 1 ماه قبل روی سیستمتون بارگذاری میشه. به همین دلیل حتما سعی کنین که قبل از بازیابی اطلاعات یک بکاپ از سیستمتون بگیرین، یعنی ابتدا یک بکاپ بگیرین و بعد برین به تاریخ قدیمی تر.